و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. برادر این پرسد درباره آیا که در بهشت، یعنی که مردم چند ساله اند. برادر گرامی، در بهشت مردم خیلی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم از معاذ ابن جبل عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که یدخل اهل الجنة الجنة، می درآیند اهل بهشت جردن مردا مكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. حدیث در امام ترمذی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که بهشتیان یا که اهل بهشت میدارند بهشت میدرایند. جردن الاجرد همون انسانی که یا که مردی که یا که زنی که در بدنش موی ندارد، یعنی بدنش بی موی هست، موی در بهشت نیست. و مردن مردانی که ریش ندارن، یعنی ریش در بهشت نیست. مکحلین ابناء 30، چشمای کشاد سیاه، فرزندان 30 ساله یا که 33 ساله، یعنی همه در بهشت 30 ساله یا که 33 ساله. به روایت همون چی کرده است، شک کرده است همون راوی حدیث 30 یا که 33 خلاصه. در روایت دیگه هم مدگه است 33، یعنی در روایت ابو هریره از امام احمد مدگه است به لفظی چی؟ به لفظی 33 ساله، یعنی که همه در بهشت 33 ساله هم، پدر، مادر، فرزند، همه یک خیل 33 ساله، زن و مرد همه 33 ساله هم وقت جوانی و بقوت انسان. برای مرد قریب، برای مرد بهشتی قوت 100 مرد دنیا را دارد خلاصه، در خوردن و در پوشیدن و در هم بخوابگی و در همش. خلاصه برادر گرامی میگه که با سوال بود که پدر پسر احترام میند. برادر گرامی همه بدبینی و کینه و همه دل و همه تازه میشه. برادر گرامی در بهشت نه بدبینی است، نه غیبت، یگان چیز خیلی گپا نیست برادر. در بهشت تف کردن نیست، بیرون کردن نیست، پیشاب کردن نیست، هم زن نه حیض نه نفاس نه یگان چیز. یگان چیز خیلی گپای در دنیا هستند در روز قیامت نیست. میخری به عرق قطی میبراید، میخری عرق قطی میبراید میرد. خلاص حدیثا بسیار در این مسئله، شاید درس هم شاید در آینده درباره بهشت ان شاء الله. برای همین در دنیا انسان پدرش احترام می‌کند، چه در بهشت احترام نمیکند. همه بغض و کینه و همه ای زن، مثلا غیرت زنا که غیرت دارن و رشک میبرن زن و همه اینا از همون دل پاک کرده و تازه کرده میشود. هیچ کس با هیچ کس غیرت و هیچ کس با هیچ کس غیبت و رشک ندارد. تری برادر گرامی دیگه در یک روز مرد تا قریب 100 زنکی باکره را هم بستری می‌کند خطیش. حدیثا بسیار در این مسئله برادر گرامی. برای همین پروای در بهشت چی گپ میشود وش نکنید برادر. در بهشت همه چیزی که میخوایی هست. پروای نکنید که چه خیلی میدرای بهشت، گپ در این است، در آمدن بهشت. فهمیدی برادر گرامی؟ انسان به رحمت الله بهشت میدرد، عملهاش سبب میشود و با عملهای نیکش درجه های بهشت نائل میشود. درجه های بهشت، لیکن در آمدن بهشت به رحمت الله است.